از طرف کمیته دین که پیشنهاد میشه موضوع هم در رفتی مقصد چی اگر که یگون واقعه میشود یگون حادثه میشود مقصد چی مخاطب هم حق داشته باشند که در این باره این واقعه حادثه که شده میگذرد آزاد فکرشون داشته باشند چی این مجبوری نبود کاری کمیته دین این به خاطر اون است که بسیار امام خطیبای ما معلومات عالی دینی ندارند باید در نزد کدام یک مولای خوانده است همون سوره قرآن آیات کرده خلاص و برای همین طوری کرده از کمیته دین که موضوع پیشنهاد کرده است این موضوعی که پیشنهاد کرد نه به خاطر پس دادن شأن اعتباری خودمون دینه بلکه به مقصد اون است که همین موضوع را میتونن که در وقت همو چی نماز جمعه پیش به معلومات مردم برسونند در همین موضوع ها گپ زنند چون که این موضوع های دوغ روز هستند و امروز جامعه جوان ما همین نورسان نیاز دارند به همین چیز که از جانب کلانسالان شخصان تجربه ناک شخصان حیات دیده باید که راهنما шаванд ба роҳи нек ба самти нек. Она и нас фикри ман. Имам Хатиб то, что он рассказывает, что подходило к Конституции нашей республики. شخصانی که برآمدچین میروند آنها این موضوع را انتخاب میکنند. در اسلام هم اومده که صحبت هایی که امام جماعت و امام جمعه معمولا میکنن باید در رابطه با سیاست های روز و همچنین امر به معروف و نهی از منکر و کلا مسائل اسلامی و سیاسی روز باشه. این وظیفه امام جمعه برابر دستور دین مبین اسلام هستش. امام خطیب باید که چیزی که میدونه همراه باید در مردم فهمونه که تو که مردم بدونن که خیلی دین چی است چیکار کردن در کار سوال داشته باشن با امام خطیب پیشنهاد کنن امام خطیب جوابشون نگردانه با فکر من موضوع باید از طرف کمیته دین چی انتخاب شود و امام خطیب درباره همون گپ زند درباره موضوع اول موضوع را پیشنهاد کند بعد خلق وقتی که انتخاب میکند اون موضوع را بعد از روی همون روی خط دربارهش گپ زند